مطمئن باش برادر احمد که انقلاب برای دیگرگون کردن وضعیت در تاجیکستان یک هفته هم طول نمیکشد. بله، یعنی که ما پیش از انقلاب سیاسی با ما انقلابی های فرهنگی و معرفت همین چیزا لازمه به مردم. انقلاب فکری نیاز داریم، انقلاب خودشناسی نیاز داریم. اگر این مرحله را گذشتیم مطمئن باش برادر احمد که انقلاب برای دیگرگون کردن وضعیت در تاجیکستان یک هفته هم طول نمیکشد. چون که اگر ما انقلاب بدون انقلاب فکری کنیم، انقلاب کوچک بدون انقلاب فکری و فرهنگی باشد، همون لیبیا می شود. مردم لیبیا پیشوا داشتن با نام معمر قذافی، مردم را 30 تا 40 سال قریب ظلم کرد، میلیاردها را آورد در خارج پنهان کرد، مردم را تحقیر کرد. مردم آمدن در کوچه در خیابان انقلاب کردن، اما انقلاب فرهنگی شکل نگرفته بود. پیشوا را از بردن، خودشان شروع کردن به درگیری زید یکدیگر. ما نیاز داریم که یک چند سال دیگر، حالا خدا کنه که چند سال نکشه، ممکن که من وقت رو سال میگم، ملت علاقه خودشناسی ملت اگر خوب کار کنیم، ما و شما فعال باشیم، جوانان تاجیک، ملت تاجیک ممکن در یک مدت کوتاه به یک مرحله خودشناسی برسن و احساس کنن که دیگر نیاز به پیشوا ندارن، نیاز به این غلامی ندارن. در اون صورت میتونه در 1 سال، در 2 سال این تغییرات فکری که شکل گرفت، ما دیگر اون تغییرات در خیابان، در کوچه کار دشواری نیست صورت میگیرد. اما اگر ما ببینیم که نه، هنوزم اون انقلاب فکری فرهنگی شکل نگرفته است، رخ نداده است، من فکر میکنم که دعوت به انقلاب خیابانی یک کاری ریسکدار هست.